ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونسی روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. درود و سلامی به پایان خداوند بر شما بینندگانی اهل معرفت و دانش. امیدوارم هر جایی که هستید در سایه خداوند متعال تندرست و خوشنود باشید و شبکه اینترنتی پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به حکایت دوم از باب اول، بابی در سیرت پادشاهان. این حکایت بسیار آموزنده است، مخصوصاً برای کسانی که کم قدرت دارند، کم ثروت دارند، مخصوصاً برای کسانی که بیش از حد به مال و اموال دنیا طمع کرده اند یا علاقه بسیار دارند. حکایت دوم. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را به خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده بود، مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه می گردید و نظر می کرد. یکی از پادشاهان خراسان ایران محمود سبکتگین را در خواب می بیند. محمود سبکتگین یکی از پادشاهان نامداری سلسله غزنوی بود. این پادشاه خراسان محمود سبکتگین را به خواب می بیند که تمام بدنش ریخته است و نابود شده است مگر چشمانش که در این چشمخانه، همان گردی چشم میگن، در این چشمخانه سالم هست و نگاه میکند و نظر میکند. سایر حکما از تأویل آن فرو ماندند مگر درویشی که بجای آورد و گفت. سحر پادشاه همه اهل علم و دانش را فریاد کرد و گفت خواب من تأویل کنید. من محمود سبکتگین را در خواب دیدم، تمام بدنش ریخته بود، فقط چشمانش سالم بود. همه حکیمان و دانشمندان از تأویل خواب پادشاه فرو میمانند، نمیتوانند تعبیر کنند مگر یک درویش و یک مرد خدایی که در آن جلسه بوده است و گفت هنوز نگران است که ملکش با دیگران است. محمود سبکتگین در آن دنیا هم هنوز نگران است که مال اموالش در این دنیا در دستی دیگران است. این که فقط چشم محمود سبکتگین کار میکرد یعنی این که نگران اموالش در این دنیا بود. اگر ما نسبت به یک مسئله در این دنیا بیش از حد علاقه داشته باشیم، در آن دنیا پس از مرگ هم عذاب خواهیم کشید و این علاقه ما از بین نخواهد رفت. باید تعادل و عدالت را در محبت هامون رعایت بکنیم. باید از پی مال دنیا بود اما نباید اسیر مال دنیا شد که بعد از مرگ مانند محمود سبکتگین به این حال زار دچار نشویم. جناب سعدی بسیار با لطافت و زیبایی یک پیام میدهد برای کسانی که صاحب منصب و قدرتند. میگه ای کسانی که صاحب منصب و قدرتید، محمود سبکتگین که یک پادشاه بود به خواب یک پادشاه دیگر آمد. یعنی ای کسی که منصب داری، ای کسی که قدرت داری، باید بیشتر مراقب دروازه دل و عشق باشی. بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند که از هستیش بر روی زمین بر نشان نماند. بسیار انسانهای نامور و فرماندهان جنگ و جنگاوران و پادشاهان و ثروتمندان زیاده
که نامور بودند، نامی بلند آوازه داشتند، در زیر زمین دفن شده اند، که از هستیش بر روی زمین هیچ نماند. که در روی زمین هیچ نشانه از وجود آنها نیست، تمام بدن آنها اسیر خاک شده است. وان پیر لاشه را که سپردند زیر خاک، خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند. وقتی آن بدن را که زیر خاک گذاشتند، خاک چنان این بدن را خورد که حتی استخوانهاش هم از بین رفت. بعد جناب سعدی به ما میگه که حال من به شما یک راهکار میدیم، یک پیشنهاد میدیم که در این دنیا چیکار کنید. زنده است نام فرخ نوشیروان بخیر، گرچه بسی گذشت و نوشیروان نماند. میگه دنیا میگذرد، انسان ها میمیرند، اما آن چیزی که میماند نام خیر هست. نام فرخ انوشیروان پادشاه ایران هنوز میگه زنده است، گرچه جسد و بدن انوشیروان در زیر خاک دفن شده است و از بین رفته است. مانند خود جناب سعدی، حضرت سعدی رحمت الله علیه 800 سال پیش از دنیا رفته است، اما ما همچنان از پند و اندرزها و نصیحتهای حکیمانه جناب سعدی حلاوت میبریم و لذت میبریم. باید مانند خود سعدی بود، نامش زنده است و نام او بخیر زنده است. بعد سعدی یک پیشنهاد دیگر دارد، میگوید خیر کن ای فلانو غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند. میگه ای برادر یک خیر کن و امری کوتاهی که داری را غنیمت بدان. چرا؟ قبل از این که صدا بزنن که فلانی مرد، قبل از این که خبری مرگت برسد یک خیر کن، یک صدقه. یک خیر همیشه پول نیست، میتواند خیر یک صدقه باشد، میتواند آبرو باشد اگر انسان آبرومند هستی، اگر انسانی هستی که زوری بازو داری، ای زوری بازو در راه حق و خیر استفاده کن. همه اینها خیر است و توشه آخرت ما خواهد شد. پس ما در این حکایت چند نکته بسیار زیبا و دلنشین داشتیم که سعدی به ما گفت تا زنده هستیم دست به خیر باشیم. اگر آبرو داریم، اگر زوری بازو داریم، اگر قدرت جسم داریم، اگر علم داریم، اگر ثروت داریم، در راه خیر صرف کنیم. باز سعدی به ما گفت که علاقه‌ای بیش از حد به مال دنیا و اموال دنیا نداشته باشیم. و سومین نکته که سعدی به ما آموخت این بود که اگر در دنیا بیش از حد به یک مسئله علاقه داشته باشیم، بعد از مرگ هم علاقه ما از بین نخواهد رفت. و اگر آن چیز از بین رونده و چیزی پست باشد مانند مال دنیا، ما هم مانند محمود سبکتگین بعد از مرگ نگران هستیم که چرا اموال ما با دیگران است. و نکته چهارم، سعدی میگوید تمام ما از بین خواهیم رفت، همه ما اسیر چنگال مرگ خواهیم شد. پس چیکار کنیم؟ با اخلاق نیکو و رفتار نیکو از خودمان یاد و نام نیکو به جای بگذاریم. و پنجم، سعدی می گفت عمر انسان بسیار کوتاه است، پس همین عمر کوتاه را غنیمت بشماریم و تلاش کنیم در راه خیر صرف شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.